با سلام به یاران عزیزم، با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلی مراحل زندگانی. دوستان عزیز، تا اینجا بحث هایی که به سمع شما رسید مربوط به درس های مختلف پیر مغان بود در رابطه با چگونگی رویارویی با ضحاک ماردوش. در این گفتار و در گفتار بعدی یک جمع‌بندی و یک خلاصه از مجموعه این درس ها رو از نو مورد بازبینی قرار میدیم. گفتیم که به طور کلی ضحاک میاد و بعد از استیلای بر جامعه یک سیستمی رو در اون جامعه پیاده میکنه که ستونهای متعدد داره و این ستونها عبارت است از دستگاه‌های مختلفی که برای ایجاد استیلای خودش در جامعه مورد استفادهش قرار میگیره. یعنی مانند یک کارخانه ای عمل میکنه. چیزی که در این کارخانه تولید میشه ادامه استقرار خودش در جامعه است. یک بخشی از این سیستم مبتنی بر دروغ و تزویر و فریب و هدایت کردن ذهن عامه افراد جامعه به سوی یک اوتوپیای دست نایافتنیه. یعنی یک امری رو به صورت یک اوتوپی، به صورت یک هدف مجازی به جامعه معرفی میکنه و میگه همه جامعه باید بسیج بشن و رو به اون هدف حرکت بکنن و هر کسی در حد ظرفیت و توان خودش باید برای نیل جامعه به اون هدف قربانی بکنه، فدا بده و هر کسی در این امر بخواد خلل وارد بکنه اون برخلاف تحول و تعالی تاریخی جامعه میخواد سنگ اندازی کنه، در نتیجه ضد خلق به شمار میره، ضد هدف به شمار میره و باید طرد بشه و باید نابود بشه. این یکی از کارهای اولیه‌ایه که ضحاک ماردوش انجام میده، نشون دادن یک هدف مجازی. مثلا اینی که فرض بفرمایین بیاد بگه که ما شنیدیم که در آن سوی آبها یا در آن سوی رودخانه یک مملکتی، یک قومی دارن زندگی میکنن که ستمگرند و ما باید دست ستم و فتنه رو قطع بکنیم. به همین دلیل باید ما خودمون رو آماده بکنیم که اون دشمن ستمکار رو از میون ببریم. از یک طرف اجازه ندیم که اون دشمن ما رو از بین ببره، از طرف دیگه ما تمام قوامون رو بسیج بکنیم تا اون دشمن رو تضعیف و نهایتا نابودش بکنیم. به همین دلیل یک دشمن فرضی، یک دشمن خیالی، یک دشمن مجازی در آن سوی آبها، در آن سوی رودخانه ها، در آن سوی دریاها در برابر ذهن مردم علم میشه. جارچی های دستگاه ضحاک هر روز و هر هفته راجع به این دشمن فرضی و خطراتی که از جانب این دشمن فرضی متوجه جامعه‌ای که ضحاک توش استیلا داره، خطراتی که از اون جانب متوجه این جامعه میشه، جارچی های ضحاک سخنرانی میکنن، خطبه میگن. هر هفته یه خطبه‌ای در مورد خطر اون دشمن فرضی
به گوش مردم رسونده میشه. مردم رو جمع میکنن به دلایل مختلف. حالا ممکنه برای این کار مثلا در روم باستان معمول این بود که آمفی‌تئاترهای بزرگی درست میکردن و تمام مردم شهر رو میآوردن تو اون آمفی‌تئاترها، یا یه درصد قابل ملاحظه‌ای از مردم شهر رو میآوردن و بعد در اونجا یک تئاتری اجرا میکردن و بعد یک نفر میومد و یک آوازی میخوند با صدای خیلی قرایی که داشت و بعد یک خطبه‌ای خوانده میشد در مورد دشمن فرضی و دشمن خیالی و اینکه ما چجوری باید با اون مقابله کنیم. در یونان باستان هم همینطور بود، بعد در روم هم همینطور بود. در جاهای دیگه به دلایل دیگه هفته یک بار مردم رو جمع میکردن و براشون خطبه میخوندند و راجع به یه دشمن فرضی باهاشون صحبت میکردن که ما باید تمام نیروی جامعه رو بسیج کنیم و دست اون دشمن فرضی رو از تصرف توی مملکت خودمون کوتاه بکنیم. اینها در واقع یک تبلیغاتیه که دستگاه تبلیغاتی ضحاک از ابتدا، پیش از این که اصلا یونان و روم باستان و غیره و این امپراتوری های بعدی درست بشه، ضحاک ماردوش پیش از همه اینها، پیش از این که فریدونی اصلا بیاد، پیش از این که فریدونی باشه که بخواد جهان آن روز رو بین سه پسر خودش تقسیم بکنه، این حرفا، این کارا رو میکرد. یه دستگاه تبلیغاتی عجیبی درست کرده بود و به این ترتیب ذهن مردم رو نسبت به خطراتی که از یک دشمن فرضی تولید میشه شستشو میداد. اما مردم مدتها باور داشتن به این مطلب، یعنی تمام بدیها رو اینها اختراع میکردن خطیبان و هفته یک بار به اون دشمن فرضی نسبت میدادن که اونها مثلا متعرضن، تعرض میکنن به جان و مال و ناموس و هستی مردم خودشون و میخوان دنیا رو بگیرن و چپاولگرن و غارتگرن و چنینن و چنانن این حرفا، تا اینکه به تدریج مردم بعد از گذشت چند سال متوجه شدند که این حرفا سراب و فریبی بیش نیست و واقعیتی نداره و اون چیزی که الان داره به سر خودشون میاد اینه که یه مشت چپاولچی ریختن سر خودشون و به بهانه اینکه دیگران دارن چپاول میکنن خودشون دست تصرف تو مال و ناموس و زندگی مردم مملکت خودشون باز کردن. به همین دلیل مردم نسبت به این تبلیغات دیگه بی‌تفاوت شدن، بی‌تفاوت میشن دیگه. شرکتشون در اون گرد همایی های هفتگی کم و کم و کمتر و کمتر میشه و دستگاه حاکمه ضحاک ناچار انرژی بیشتری به طور مداوم خرج بکنه که مردم رو در این گرد همایی های تبلیغاتی هفتگی بیاره تا بتونه به شستشوی ذهن اونا بپردازه، ولی کمتر موفق میشه. هر چقدر که زمان میگذره اثر این تبلیغات از بین میره. یک وسیله دیگه ای رو که ضحاک در کنار این اون وقت ناچاره که به کار بگیره، در واقع مسئله منعکس کردن تضادهای داخلی به خارج از مرزهاست. حالا یا از طریق ایجاد جنگ با همسایگان یا از طریق ایجاد بحران در جهان، در اقصانقاط جهان بخواد بحران ایجاد بکنه برای اینی که تضاد رو از داخل، از درون سیستم خودش و از درون دستگاه حکومتی خودش به خارج منتقل بکنه. یعنی به قول معروف توپ رو بندازه تو زمین حریف، تو زمین دشمنان فرضی، دشمنان خیالی، و اونها رو در زمین خودشون با بحران مواجه کنه که اونها به این صرافت نیفتن که بخوان پایه های این حکومت لرزان ضحاک رو فرو بریزند. ادامه این گفتار رو دنبال میکنیم.